سلام به پسرای خوبم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز تو کلاس در مورد ساخت کاغذ کادو با هم صحبت کردیم. اما برای اینکه شماها دوباره تمرین بیشتری انجام بدید و دوست کوچولوهایی که نتونستن تو کلاس شرکت کنن در واقع از کلاس جا نمونن، من یه فیلم کوتاهی دوباره میگیرم و یه کاغذ کادو خوشگل با هم طراحی میکنیم. از قسمت پینت رو باز میکنیم و فایلمون رو اول سیو از میزنیم. یه پیکی یا پیکی راپر میزنم. خب بچه ها، مثلا یه همچین کاغذ کادوی خوشگلی رو میخوایم طراحی کنیم. خب بیایم ببینیم چی کار کنیم. سعیمون رو بکنیم. خب یه ذره صفحه‌م رو کوچیک‌تر کنم، چشمم ببینه. زیرشو، رنگشو بچه یه کاری هم بذارید من یه لحظه سیو میکنم داشته باشم و بعد میام روی صفحه‌م کلیک راست میکنم، پینت رو میزنم، اوپن ویت پینت. میخوام ببینم رنگ این پس زمینه چیه. با قطر چکون میام انتخاب میکنم، میام تو قسمت پینت. یادتونه گفتم شماره داره 36 100 باش. میام تو این قسمت مال خودم 36 سه من خرابه 100. خب اوکی میزنم، انتخاب میکنم و بعد با سطل میزنم. رنگم دقیقا هموش. یه ایده بگیریم. گل داره، قلب داره، دایره‌های خوشگل داره. باشه، ما هم میتونیم. مگه ما همه چی بلدیم بچه. میریم چی کار میکنیم پسرای خوبم؟ اول قلب کوچولوهامونو برداریم بیاریم. تازه ما میخوایم سلیقه خودمونم بیشتر کنیم. یه ذره رنگشو تغییر بدیم چون دیده نمیشه تو رنگ تو. خب این قلب من، توش سطلم رو میریزم، 2 چشم کوچیلم، حتی میشه با مداد مشکی چشمو کشید یا حتی دایره کوچولو اگه خواستید ترتمیز در بیاد یا نخواستید که فانتزی در بیاد. البته چون من با مزحل کار میکنم یه ذره سخته بچه. این چشمش اصلا چشمم نذاریم خوشگله ها خودش. اصلا به تنهایی خودمون میایم کار میکنیم. بعد دایره های فانتزی میذاریم، زرد رو انتخاب میکنم، توشو پر میکنم. بعد رنگای دیگه یه سبز خوشگل یا حتی یک لوزی قشنگ توی این قلب قرار میدم، توشو پر میکنم. یا نه خوشگل نشد، الکی نگیم دیگه. وقتی خوشگل نمیشه. یا اینجا بچه ها بذاری ببینم این حرکت میکنه. آره حرکت که کردش. یه قرمز برداریم تو سطلمون. آفرین خوشگل شد. یا بچه ها با خطایی که یاد گرفتیم با رنگای سبز اینطوری بذارید ستاره های کوچولوی این طوری یا فرفری بزنید بچه ها. نگاه کنید از این فرفری ها بزنید، مثل در واقع چیزای تولدا هست بچه ها. فرفری ها رو میزنن. یه ذره سخته ولی نشدنی نیست. نگاه کنید از اینا
بعد ستاره های نقلی بزنیم توی دایرمون، یه صورتی خوشگل یه اینطوری بزنیم، اینطوری بزنیم. با مزه داره کم. چه یه دفعه رنگش عوض شد. آها. بعد سعی کنید یه ذره کارتون رو در واقع خودتونم در واقع یه ابر خوشگلی هم بیاریم. چه خوشگل شد. آبی باشه، حتی زیرش هم قشنگه ها، یعنی اینا انگار توی یک خیال زیبایی داره انجام میشه. اینجاش هم آبی کنی، یا حتی از اون صورتی هم ناز بود بچه ها، بستگی به سلیقه آدم ها داره دیگه. اینجا رو با رنگ مثلا صورتی اینجا یا رنگای دیگه یه ذره قلبمون رو، نه قلبمون زشت میشه بچه ها، یه قلب دیگه هم بکشیم. با چی بکشیم؟ حالا قلبم نذاشتیم یه ابر دیگه هم بکشیم. این آقا ابرم بیاریم اینجا، توش بنویسیم. بچه این دفعه توش بنویسیم، یه کار متفاوت تر انجام. نوشتمون کجا بود؟ اینجا بود. بنویسیم، یه فونت قشنگ برداریم. گیر کرد به حول و قوه الهی. فونت رو بزرگ کنیم، بنویسیم بی. چقدر کوچولو این فونتمون رو باید بکنم یه ذره فونتمونم باید عوض کنیم. از این فونت هاست که نمیبینه آدم چشش. این بهتر شد. یه ذره این بی هپی، بی پی، یه پی دیگه، پی یه چیز دیگه. بی هپی میاریمش، میذاریم اینجا. بعدم بچرخونید بچه ها. این کلن چرخید ولی اوکیه، خوشگل شد. این دوستمون اینجاش هم جاش خوبه. خب مثلا همچین شکل ساختیم. بعد میخوایم این هی تکرار بشه. از اینجا نگرش میداریم. نگاه کنید بچه با سلک بیاید تا اینجا. خب یه دونه کلیک راست بگیرید، بعد با کلیک چپ کپی رو انتخاب کنید. یه جای صفحه که خالیه کلیک راست پیست بزنید و تکرار در واقع انجام شد. اگه خواستیدم میتونید بچرخونیدش، مثلا اینطوری، یا مثلا این قسمت بذارید، یا دوباره پیست کنید اینجا بذارید. میبینید بچه ها؟ بعد میتونید این وسطاشو حتی با ستاره، با هر چی که دلتون خواست پر کنید. یعنی نیازی نیستش که خالی بمونه قسمتای کارتون. میتونید دوباره بچرخونید. خب بیارید اینجا و به این صورت، یا باز بچرخون بیارید این قسمت بذارید، یا کارای دیگه ای تکرار مکرراتش رو انجام بده، یا بیاید مثلا تو هم بشه. مهم نیستش که بچه ها اینطوری بشه. خب چیزی از زشت نمیشه بچه ها، فکر نکنید زشت میشه. اگه دلتون نخواست جدا بذارید
و بعد بچرخونید صفحتون، در واقع تصویرتون رو بچرخونید یا این ورکیش کنید، 90 درجه این ورکیش کنید. بچه ها میبینید چه اتفاقی داره میافته. همینطوری با پر میتونید صفحتون رو کنید و جاهایی که خالی هست مثلا از این ستاره ها بذارید، خوشگلش کنید، رنگای مختلف، جذاب بشه کارتون که خالی نباشه. قسمت های مختلف میبینید بچه ها چقدر بامزه میشه. یا دایره های توپر خوشگل شاد بذارید، مثلا اینجا توپرش کنید. میبینید هر کاری که قشنگ میکنه کارتون رو سعی کنید انجام بدید که کار جذاب بشه. این باعث میشه که یک کار تمیز، مرتب و زیبایی داشته باشید. و حتی میتونید از کارهای خارجی ها مثلا نگاه کنید. حالا این درست خارجی هست ولی همین هپی رو میتونید بنویسید. همین کارها رو شما با همین پینت، فقط زمان میخواد چون من الان زمانم کم هستش نمیتونستم، مگر نمیتونید یه دونه مربع بیارید به همین سادگی، دایره ها رو توش بچینید، بعد 2 خط در واقع ساده بیارید و همین چشما رو هم میتونید بکشید. یا با حالا من چون با ماوس کار میکنم یه ذره سخت میشه ولی کشیدن این واقعا بچه ها سخت نیست. ما اومدیم تو کلاس پسرای خوب همچین کاری رو به این صورت در آوردیم. ببینید چقدر مال ما هم خوشگل و زیبا شد. یعنی یک کاغذ کاغذ خوشگل تونستیم در بیاریم. شما هم سعیتون رو بکنید کارهای خوشگل در بیارید و برای ما بفرستید که هممون از دیدن کارهای همدیگه لذت ببرید. حسابی مراقب خودتون باشید. سوالی بود توی گروه بپرسید. فعلا خدا نگهدار همتون پسرای عزیزم.